کدام آسانسور بهتر است؟ گیرلس یا روملس؟ خیلی خوب، بیایید شیرجه بزنیم به دنیای آسانسورها، مخصوصاً آسانسورهای گیرلس، آسانسورهای بدون موتورخانه که بهشون MRL هم میگن تا از انواع پارطرفدار آسانسورها تو ساختمونای جدید استثنا و واقعاً چه فرقی با هم دارن و مهمتر از همه کدومشون بیشتر به درد شما میخوره؟ اول از همه آسانسورهای گیرلس آینای جورای یکدیمی‌های باحال تو دنیای آسمون خراش‌ها هستن. آسانسورهای گیرلسازی موتور کشی استفاده میکنن که مستقیم به فلک وصله‌ای، یعنی هیچ گیر بکسی بینشونه نیست. تا این طراحی بهشون اجازه میده سرعت‌های بالاتر رو جابجا کنن، وزن‌های سنگین‌تر رو هم جابجا کنن. واسه همین معمولاً تو آسمون خراش‌ها پیداشون میکنید. هتل‌های و جاهایی که کلی طبقه دارن پیداشون میکنید. مزیت بزرگش چیه؟ حرکت نرم و بی صدا به علاوه مصرف انرژی عالی، سیستم‌های گیرلس با نگهداری مناسب میتونن 10 سال کار کنن و برای ساختمون‌هایی که عملکرد و قابل اطمینان بودن مهمه، ایدئال هستن. اما همیشه یه اما هست، اینا به یه موتورخانه جدا بالای چاه آسانسور نیاز دارن. پس باید فضای اضافی تو طراحی ساختمونتون فقط برای تجهیزات در نظر بگیرید. حالا بیایید بریم سراغ آسانسورهای بدون موتورخانه یا MRL ها، همونطور که از اسمشون پیداست. این آسانسورها به موتورخانه جدا نیاز ندارن، موتور و سیستم کنترلشون کوچیکو جمع و جور و درست تو چاه آسانسور جا میشن. معمولا بالای چاها یه باعث میشه MRL ها برای ساختمونهای متوسط محبوب باشن، برای مجتمعهای مسکونی و حتی ساختمونهای اداری مدرن خیلی محبوبه بشن. مزیت اصلیش صرفه جویی تو فضا بدون نیاز به موتورخانه اختصاصی. معمارها انعطاف بیشتری دارن و هزینه کلی ساخت و ساز هم میتونه کمتر باشه. MRL ها همچنین به خاطر مصرف انرژی کم شناخته شده‌اند و نصب راحت‌تر تو ساختمون‌های موجود در طول بازسازی. اما یه سری معاوضه هم دارن. MRL ها معمولاً نمیتونن سرعت‌هایی رو که گیرلس جابجا میکنن تحمل کنن و نه همیشه وزن‌های خیلی سنگین رو. اونا برای ساختمون‌های تا حدود ژاد طبقه عالی هستن. اما اگه برای یه آسمون خراش واقعی چیزی لازم دارید، گیرلس هنوز بهترین گزینه است. پس کدوم رو باید انتخاب کنید؟ اگه با یه برج تجاری بلند کار میکنید که سرعت مهمه، اگه بارهای سنگین مهمه، اگه دوام طولانی مدت مهمه، آسانسورهای گیرلس بهترین گزینه شما هستن. حتی اگه لازم باشه برای موتورخانه برنامه ریزی کنید. اگه این توضیح براتون مفید بود، یادتون نره دکمه لایک رو بزنید و برای اطلاعات کاربردی تر در مورد آسانسورها سابسکرایب کنید.